این هستم از ولایت بامیان، ولسوالی سیغان، قریه غورا و فعلا باشنده مرکز بامیان. یک 2 ماه 2.5 ماه پیش از این گرفتاری کسی به نام گلاب‌الدین مرا جذب کرد که در گروه طالبان بیاد، در گروه امارات. ما گفتم سعید میم. و بعد از اینکه قد از چشم پیش از انفجارهای بامیان 8 روز یا 9 روز پیشش دم زنگ زد، گفت کسی به نام عبدالولی میاد، 2 القماین است، گفت امر تسلیم شو و تا 6 پول انتقال بدیم. ما گفتم سعید همین 2 القماین همین قدری علای داخلی پلاستیک کدگی و دو پلاستیکش داخلی یک دانه خلطه کدگی. ما تسلیم شدم از عبدالولی و حرکت کردم بردم تا 6 پول رساندم. در حدود یا 8 روز بعد میترا باز زنگ زد، گفت که کسی به نام مهدی و شکور، گفت مینای بشکایی میره از دوای مخزرین از یاولق تسلیم میشه و داخل یک توریست هست، گرفته میاره تا بازار دنقندق و بازار دنقندق تو قدیشان کمک کو تا 6 پول. ما گفتم سعید رفتم. مهدی و شکور است و یک موتر تونیس است، داخلش یک بوجی است، داخل همین بوجی مینای بشکایی است. گفته قد از اینا گفتیم رفتیم تا بازار 6 تا پسته 6 پول تیر شدیم. در صبحش بعد چاشت یا دیگه صبحش گلاب‌الدین زنگ زد، گفته که چی رقم گپ است، این تو انفجارهای بامیان چه رقم شده، انفجار داده شد. و همین بچه‌ها قصه میکرد، در صبحش قصه کرد بچه‌ها که چیست انفجار شده در بامیان، یک انفجار در سر که نو شده و دیگه هم داخل رودری ولیعصر.